الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. درود و رحمت الله مهربان به جمیع آن بینندگانی که چی در داخل کشور و چی در خارج کشور هستین. هر جا باشین الله حافظ شما باشد. برادران عزیز و خیلی گرامی، یک سوال تعجیلی بگیم برای ما آمده است و البته باید که ضرور او را ما جواب گوییم. این سوال برادران عزیز، چسبانیدن موی سر. البته این چیزها امروز خیلی معروف و مشهورند، ولی از ما پرسیدن که از نگاه دین آیا همین درست است یا نادرست؟ برادران عزیز و گرامی، البته درست است. یعنی این در بگیم که آفرینش الله مهربان یگان تغییرات وارد نمیکنه. چگونه که وقتی که شیطان لعنت خدا بر او باد، وقتی که از درگاهش الله مهربان او را ران، او در پیش خود تصمیم گرفت که من مقصد بندگان تو را از راه درست به راه خطا میبرم. بندگان تو را نمیگذارم که برای گناهاشون توبه کنند. و همچنان در پیش خود تصمیم گرفت که من در خلقت تو، در آفرینش تو تغییرات میدارم. و ایرا اکثر مفسرها و محدثا تغییرات چی گفتن؟ گفتن تغییرات همین است که وقتی که یک نفر در مویه های خود، یعنی بیشتر اینها زنها هستند، مویه های خود چونده مویه های دیگری را اضافه میکنن که مردم تاجیک ما مویه های علما میگن، یا اینکه ابروهای خودشون امروز با پاکیزگی میگیرن و ابروهای نو میگذارن، یا لبهاشون مقصد تغییر میدن، یا پیشوی براشون تغییر میدن. انا اینها در همون تصمیمی که شیطان گرفته بود که من تغییرات بدارم، اینها تغییرات هست. ولی اینه که مثال موی سر مقصد در همین جای خودش میچسبانن، اینجا در یگان تغییراتی نیست. حتی در دارالافتای مصر آمده است که خدای مهربان انسان زیبا آفریده است. یعنی وقتی آفریدش وای موی سر داشت، ببینین. و وقتی که همین موی سر اگر نباشد، آدم امو حسن و جمالش هم حتی از بین میبرد. به این خاطر یعنی در جای همونی که الله مهربان همین موی سر آفریده بود، ما مثال از قسمهای خواب پشتی سر است، خواب پهلوی سر است میگیریم و در پیش مقصد اونها را میگذارن. این یک پیشروی طبی امروز است، ولی یگان تغییراتی نیست. همون حسن خدا دادگی را مقصد چیکار میکنیم؟ ما باز رعایه میکنیم که همون حسن الله دادگی برای فرزند آدم مقصد از بین نبرد. چخیلی که یک آدم میبینی که مثال یک لبش میکنه، یا یک آدم میبینی که مقصد یک بینیش های بین میبره، که این در زمان پیغمبر خدا هم صلی الله علیه وسلم هم این حالت شده بود که او را از نقره کردن، بعدا بوی گرفت، با طلا بد گرفتن او را پیوست کردن. یا میبینی یک گوشش نیست. اینها را وقتی در جای خودش برقرار میکنن، این تغییرات بگیم در خلقت خداوند نمیشود. و این خاطر برادر عزیز، کاشتنی بگیم گذاشتنی موی سر یعنی یگان گناهی ندارد. خدای مهربان عمر دراز، تن صحت، ایمان کامل نصیبتان کند. احمد الله فاروقی از جوزجان افغانستان پرسیده اند که آیا کشت کردن ریش و یا موی انسان از آدرس دین کدام جنبه شرعی دارد یا خیر؟ یعنی جواز دارد یا خیر؟ یعنی کشت کردن موی به سر یا به جای ریش درست است یا خیر؟ در این راستا خدمتتان عرض می کنم که این مسئله نو و مسئله جدید است. کشت موی ها، ریش و سر
البته در عصر خیرالقرون ما چندان مثال بارز به اختیار ما نداشتیم، لذا قانون در تخصص افتاء امین است. زمانی که مسئله جدید می بوده باشد، در گام نخست یک سند و مستند، یک نظیر در صدر اسلام باید داشته باشد که به اون قیاس گردد. از این رو متخصصان معاصر ما دو نظریه دارند. گی گفته‌اند اشکال علمی و تخصصی ندارد و گی گفته‌اند که نه، تغییر خلق الله هست، مخلوق خدا را تغییر میدهند. هر آن کس که مخلوق خدا را تغییر دهد درست نیست. هر دو جانب از حدیث صحیح دلیل میگیرند. ما در بخاری، مسلم و منابع دیگر حدیث داریم. پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در یک مورد ارشادش لعنت به برخ انسانها فرستاد، از جمله الواصلات والمستوصلات. یکی از آن موردی که پیامبر به آنها نفرین فرستاده است، کسانی که موی دیگران را با خود وصل می کنند، یعنی زنانه و مردانه ای که از دیگران موی می گیرند و به سر خود وصل می کنند. این را پیامبرم تغییر خلق الله خوانده و در بخاری، مسلم مورد نفرین قرار داده است. دوم، المتفلجات للحسن، آنانی که میان دندانهای خود را فاصله می دادند به مقصدی که حسن و زیبایی ما بیشتر شود. این را هم در فهرست کسانی قرار داده است که آنها از جمله کسانی که نفرین شده اند. نظر به این حدیث، البته متخصصانی گفته‌اند کسانی را که پروردگار مویشان را گرفت یا ریششان را گرفت، این کار پروردگار است، لذا تغییر دادنش تغییر خلق الله است. در این راستا فتوا دادن که نادرست است. تا پای بحث با ما باشید عزیزان دل، اجازه دهید که بحث درست پیگیری کنم. مگر اینجا مستشرقان و دین ستیزان حمله نکنند که ناخون گرفتن و زیر بغل و باقی سایر بدن اصلاح کردن مگر تغییر خلق الله است؟ نه، او از آدرس پیامبر ثابت است و ما ینطق عن الهوا، پس به حکم خداست، با او ما حرف نداریم از ختنه شروع تا موارد دیگر. و دوم هم مستشرقان میگویند ما به بخاری و مسلم هیچ باور نداریم. درست، کار آنها مربوط آنهاست. ما از آدرس مستندات دین ما صحبت کردیم. باز ما هم در همچون مورد میگوییم که به ویزا و پاسپورت به اینا باور نداریم. هر کس در هر جای دنیا میتواند برود. چرا حبس میکنن، اخراج میکنن، مورد ضرب و شتم قرار میدهند؟ در کجا بود؟ بس اصول نظام در هر سرزمین او قابل رعایت است. نظریه دوم گفته‌اند که کشت موی و ریش اشکال فقهی و علمی ندارد. چرا؟ زیرا باز هم حدیث ثابت و صحیح است به نام عرفجه. یکی از صحابه ها بودند، پیش از اسلامشان در یکی از جنگ ها بینی آنها آسیب دیده بود، مگر از نقره پیوند داده بودند. پس از آن متعفن شد، بدبوی شد. پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم پس از اسلامش فرمان داد که از طلا گرفته شود. پس حالا که پیوند بینی برای تکمیل نقیصه بدن به حیث امر مشروع از آدرس پیامبر دانسته شد، آنانی که ریش و موی سر ندارند اگر اینا هم کشت کنند اشکال ندارد. دلیل اینها امین است. مگر از میان دو دیدگاه آنچه را که من مقصر و عاجز و درمانده و ناتوان انتخاب کرده ام دیدگاه دومی است. چرا؟ قرار گزارشات و معلوماتی که با متخصصان طب در این باب داشتم، آنها گفتند که جز از موی خود انسان از دیگران از دید تخصص و ژنتیکی معاینش و نمو نمی شود. یعنی اگر موی دیگه کسی را کشت کنیم نمی شود. پس آنانی که یک قسمت سرشان موی داره یک قسمت نه، برخی زنخ و رویشان ریش داره برخی نه، از یک ناحیه خود انسان میگیرن به دیگرش کشت میکنن. لذا این در تحت حادث واصله و مستوصله نمی رود. چرا؟ در واصله و مستوصله موی
یا از دیگه کس آورده وصل میکردن او ممنوع است، اما چون این از خود انسان است و در عین حال اینا یک نوع علاج است، یک نوع طبابت و علاج طبی هست، لذا ممنوع نیست. من در این دو نظریه نظر دوم را انتخاب کردم. باز هم نظر من اجماع امت اسلامی نیست. دوستانی که دست بالاتر دارن اگر تخصصی بحث را پیگیری کنند با ما شریک سازند، هیچ اشکال ما نداریم. خب آنچه را که از میان دو دیدگاه با استناد حدیثه این دو حدیث من داشتم با شما شریک کردم. دوستان عزیز، برادر ما را پس سر موها چیندن، اکو طرف پیش شماندن سر میکنن، پیش او کل کردن قطع چهار صحبت. اکو نوم چخته؟ ایبادالله دارم. دروب شو؟ ایبادالله. ایبادالله. چخیله ایست رو اکو؟ الحمد صد خدا باشه. یا لحظه اکو جون. یا لحظه. قبضه نکک. شکر الحمدلله نرز اپیرات اگزاروشه. دکترای افسانه و بهترین. انشالله نرز تایز پشتی سر موی سر چیندن و بالای سردم میمونم. انشالله برادر. Ви работаете, брат, я не буду снимать. برادر عزیز، یعنی که این هم میسر بچه توجیکی خدمو برادر اومد بسون بگیم 20,000 سکی کش کردن کار کرده ایستودیان نوارا پاک. این ویدیو خصوصا برای مردمی بیمو هست کل در سرش با دیلی پر میتونی انشاءالله چکو کنی زنگ بزنی با اون خطور ما اومدیم انشاءالله مایده چکو کریم. فقط حرکت میکنیم که با دیلی پر زنگ بزنی رکلام با دیلی پر مردم میتونی اکر سمیله موی سر دیده و درست باید گه ای طرش میکنم. خب شرایط ها شو تینجینی مردم امروز هم زن ها اساسا با میان یه جای سرشو کل شیدگیان همه یارم در همینجا هست. اینه با اون خطور انشاءالله چکو کنی زن بزنی موی سر دیده اینه انشاءالله که باوری دارم شمارم باور داره این مسئله خوب میشه. کامنتاشو به توزه با سطح بلنده خب دوستان برادر مقصد حالتی سوزنده میشه سیان خواب قنه کردیم برای کی گفتیم چکو کنم و یوتیوب ظالب نزنم. هر زمان من ایما ایتری میکنم یعنی با آدم کل نسوزیده. Доктор, можно вам пара вопросов задавать, да? Вы работаете, можно говорить так. Я вот не буду снимать ваши, где вы так делаете, я вот так сделаю. Вот это вот наш брат, который сейчас собирается стать красавчиком. В течение сколько он будет у него волосы, как это сделать люди, потому что сейчас все равно смотрят, потом начнут спрашивать, чтобы все это вопросы я знаю уже заранее, за это я сам задаю. Ну, сейчас пересаживаю волосы, потом 3 недели они растут, потом начинается шоковое падение. Опять лиси будет, да? Да, пересаживаю волосы выпадает 3 недели, потом до 2 недель полностью выпадает, а уже 3-й месяц начинается расти новые волосы. Видимо, результата будет 5-6 месяц. 6 месяц. Да, 1,5-2 сантиметра волос будет. Новое будет, да? Да. А через год будет окончательный результат волос. Хороший, да? Через год. Да. Если этот человек терпит, все, будет красавчик. Да, сабр. Сабр. همچنین بسم الله محشینونی از سر کردن. خلاصه اگر دوستان عزیز مشاهده در آخر نشون میدیم تو آخر ما سیام کنم این تیارشایی نداره برای که 5 ساعت اپیراسیون میره رقمو قطعی سنگ بسنی پیتر دبی ازبکستان اوفا کازان و مسکو ای 70,000 تا 140,000 اما سکیت کنه
аллоҳ нигоҳдор барорику охиратон шуд. Ассалому алайкум дӯстон азиз, дар шаҳри Санкт Петербург ҳамроҳи врач ва патсиент бародари тоҷик видео якта кардам. Се буд эфир буд. Ин бародари тоҷики худмо омад чикор кард, муҳ часпон, вели кардаш, мардуми шаҳри Санкт Петербурги реклама барои шумо ба дили пар занг бизанед. номер 1 номер аст, аммо бидуне ки дар ҳамаи ҷо чикор кард мемонанд. Шаҳри Санкт Петербург, Уфа, Казан, Узбекистон ва Дубай ба дили пар. Хуб, вели брат, что хотишь сказать ребятам? Ребята, которые в Санкт-Петербург. Какой метро вы? Владимирский, да? Метро, да, сайт, клиник. Скольки до скольки работаете? Как работаете? До 8:00 до 17:00. Работаете, да? Да. Мы делаем пересадку волос, брови, бородов и еще плазмотерапию PRP и PPP здесь. Машаллах. Братья, звоните по этому. Оператор, который вот стоит, этот номер 8070, это находится Казан. У них один номер, но они потом отправляют, если вы находитесь в Узбекистан, Узбекистан отправляет, Дубай, другие города. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Адил Парзан бизани.